اگرچه ما برای تبدیل شدن به فردی که میخوایم باشیم حق انتخاب داریم، ولی بدون شک دوران کودکی ما تا حدودی ما رو شکل میده. نحوه واکنش ما به موقعیت‌های مختلف و الگوهای رفتاری ما از سنین پایین وقتی برای اولین بار شروع به یادگیری نحوه درک محیط نزدیکمون میکنیم شروع میشه. سبک عشق شامل تمایلات و گرایشات ما به نحوه پاسخگویی به شریک عاطفیمون میشه. اما با درک این که چطور عشق می‌ورزیم میتونیم یاد بگیریم که سبک‌های عاشقی ما چطور بر روابطمون تأثیر میذارن. در اینجا همراه شما هستیم با 5 سبک عاشقی. 1. راضی کننده. شخص راضی کننده معمولاً توسط والدینی محافظه‌کار، عصبی و انتقاد کننده و غرغرو بزرگ شده. در زمان بچگی این اشخاص تمام تلاششون رو میکنن تا خوب باشن و بهترین رفتارها رو از خودشون نشون بدن تا یه وقتی خدایی نکرده با واکنش منفی والدینشون روبرو نشن. چنین بچه‌ای هیچ وقت احساس آرامش نمیکنه. در عوض وقت و انرژی خودش رو صرف آرامش و راضی نگه داشتن والدین بد اخلاقش میکنه. افرادی با شخصیت راضی کننده اغلب با بحث و جدل میونه خوبی ندارن و اغلب با تسلیم شدن یا جبران کردن با اختلافات برخورد میکنن. نه گفتن برای اونها سخته چون میخوان اختلاف رو به حداقل برسونن. اونها ممکنه برای جلوگیری از رویارویی‌های دشوار دروغ بگن. همینطور که این اشخاص بزرگ میشن یاد میگیرن که حالات آدمای اطرافشون رو تشخیص بدن تا مطمئن بشن میتونن همه رو راضی نگه دارن. با این وجود افراد راضی کننده وقتی معتقدن که دارن دائما کسی رو ناامید میکنن و در موردش استرس دارن ممکنه احساس شکست کنن و از رابطه ها فرار کنن. در حالی که واقع بینانه نیست، اونا تلاش میکنن تا برای همه کس همه چیز باشن. به جای ایجاد مرزهای سالم برای خودشون، اونها بیشتر بر نیازها و خواسته های دیگران تمرکز میکنن تا اونا رو خوشنود کنن و روابط پایداری داشته باشن. اونا به جای تلاش برای انجام دادن اون چه که ازشون انتظار میره، باید در مورد احساسات خودشون صادق باشن. 2. قربانی. یک شخص قربانی معمولا در خانواده‌های پر هرج و مرج بزرگ میشه. اونا یاد میگیرن که با محیط سازگار باشن تا توجه کمتری رو به خودشون جلب کنن. کودکان قربانی برای کنار اومدن با والدین عصبی و خشن در سنین پایین یاد میگیرن که قایم بشن و ساکت بمونن. از اونجایی که حضور داشتن کامل برای اونا دردناکه، این بچه‌ها اغلب دنیای خیالی رو توی سرشون میسازن تا با خطراتی که روزانه با اونا روبرو میشن راحت‌تر مقابله کنن. کودکان قربانی اعتماد به نفس کمی دارن و معمولا با اضطراب و افسردگی دست و پنجه نرم میکنن. اونا ممکنه در نهایت با شخصیت‌های کنترل کننده ازدواج کنن چون کنترل کننده رفتاری مشابه والدینشو داره. افراد قربانی یاد میگیرن که سازگار باشن و با جریان آب حرکت کنن. اونها به قدری به موقعیت‌های استرس زا عادت دارن که وقتی آرامش رو تجربه میکنن احساس راحتی نمیکنن، زیرا اونها پیش بینی میکنن که دوباره موقعیت‌های بد رو قرار تجربه کنن. به منظور ایجاد روابط پایدار سالم توسط افراد قربانی، اونا باید عشق به خودشون رو یاد بگیرن و وقتی موقعیت ایجاب میکنه از خودشون دفاع کنن. 3. کنترلگر. کنترلگرها معمولا در خانه‌های بزرگ میشن که در اون مراقبت زیادی ازشون نمیشه و در نتیجه اونا یاد میگیرن تا سرسخت بشن و از خودشون مراقبت کنن. اونا همیشه میخوان احساس کنن که همه چیز تحت کنترلشونه تا بتونن از آسیب پذیری که در کودکی داشتن دوری کنن. افرادی که چنین سبک عشقی رو دارن معتقدن وقتی که میتونن از احساسات منفی، تحقیر و درماندگی دوری کنن پس کنترل رو در دست دارن. با این حال کنترلگرها خشم رو نشانه ضعف نمیدونن بلکه از اون استفاده میکنن تا قدرت دستشون باشه. اونها آدمای یکدنده‌ای هستن اما گاهی میتونن غیر قابل پیش بینی هم باشن. اونا دوست ندارن از منطقه امنشون خارج بشن چون باعث میشه احساس ضعف و آسیب پذیری کنن. اونا ترجیح میدن مشکلات رو به تنهایی حل کنن و کارها رو به روش خاص خودشون انجام بدن. در غیر این صورت عصبی میشن. برای اینکه کنترلگرها بتونن رابطه پایداری رو تشکیل بدن، باید یاد بگیرن کمی بیخیال باشن و به دیگران اعتماد کنن و خشم رو از خودشون دور کنن. در این بین یادتون نره ویدیو رو لایک، چنل رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. 4. نوسانی.
اشخاص نوسانی اغلب توسط یک والدین غیرقابل پیش بینی بزرگ میشن. اونا یاد میگیرن که نیازهاشون اولویتی واسه والدینشون نیست. بدون محبت مداوم والدینشون، اونا ترس عمیقی از رها شدن رو در خودشون ایجاد میکنن. اما وقتی پدر و مادرشون میخوان توجه خودشون رو بهش اختصاص بدن، شخص نوسانی معمولا برای اون خیلی خسته و عصبانیه. همونطور که نوسانی ها وارد بزرگسالی میشن، اونا تلاش میکنن که عشق مداومی که در بچگی از اون محروم بودن رو پیدا کنن. نوسانی ها تمایل به ایدئال سازی روابط جدید دارن، اما وقتی توی این موفق نمیشن یا ناامید میشن، سرخورده و پر از شک و تردید میشن. اونا اغلب حس میکنن که به درستی درک نمیشن و در نتیجه تضادهای درونی و استرس‌های عاطفی زیادی رو توی روابطشون تجربه میکنن. اونا میتونن بسیار حساس و ریزبین باشن که به اونها این امکان رو میده که کوچکترین تغییر رو توی دیگران تشخیص بدن. برای اینکه نوسانی ها روابط پایدار سالمی رو ایجاد کنن، باید یاد بگیرن که رابطه هاشون رو با چه سرعتی پیش ببرن و پارتنر خودشون رو قبل از اینکه خیلی زود متعهد بشن بشناسن تا به خاطر برآورده نشدن انتظاراتشون صدمه نبینن. 5. اجتناب کننده. شخص اجتناب کننده اغلب در خونه هایی که محبت کمتر دیده میشه، بلکه برای استقلال و اتکا به خود ارزش قائلن بزرگ میشن. اونها از سنین پایین یاد میگیرن که از پس خودشون بر بیان و نیازها و احساساتشون رو به تعویق بندازن. اجتناب کننده ها معمولا فضای خودشون رو دوست دارن و بیشتر از احساسات به دنبال منطق و کناره‌گیری هستن. وقتی از اطرافیانشون نوسانات خلقی شدید رو تجربه میکنن، احساس راحتی نمیکنن. برای اینکه افراد اجتناب کننده بتونن رابطه پایدار و سالمی داشته باشن، باید یاد بگیرن که چطور احساساتشون رو صادقانه بیان کنن. در نهایت، شما خودتون رو جزء کدوم دسته میدونین؟ لطفاً نظراتتون رو با ما در میون بذارین. همچنین برای انگیزه دادن به ما، چنل رو سابسکرایب و زنگوله رو روی آل قرار بدین تا موقع انتشار ویدیوهای جدید روانشناسی با خبر بشین.